اسی از بس هواگرمه آقا جان عوض خروپوف داره قلقل بکنه. فکر کنم جوش آورده. بذار بیدارش بکنم بزنه بغل سرد بشه، یه دفعه واشر سرسرن نسوزانه. آقا جان، آقا جان. ها چه خبرته؟ ای وای خدایا، این اتاق چرا مثل تنور نونوایی داغ شده؟ اون کولر فکستانی رو چرا راه ننداختی پسر؟ مگه قرار نبود بریم پشت بوم سرویسش کنی راه بیافته؟ چرا رفتم آقا جان، اتفاقا 2 ساعت کولرم شستم، سرویسشم کردم، روغنکاریشم کردم. بعد داد زدم گفتم اسی روشنش کنه، ولی نمیدونم چرا کولر بغلی روشن شد. ای گیجلی، باز رفتی کولر همسایه رو سرویس کردی؟ کی قربان باشم، حالا خوبه پشت بام رو اشتباه نرفتی. ای خدا، ما از بچه هم شانس نیاوردیم. شما تقصیری نداری آقا جان، بدشانسی تو خانواده ما ارثیه، از پدر به پسر منتقل میشه. بعد شانسی ندیدی تو آقا صفتر؟ ما یه بار مهمونی بودیم، یه گوشت بزرگ تو خورشت بود، روم نشد وردارم، یهو برقه رفت سری گذاشتم دو دهنم. بعد فهمیدم لیمو امانی بوده. راستش ما دیگه هیچ وقت اون آدم قبلی نشدم. ای بخوش که تو شانس. منم فقط یه بار بزرگترین شانسی که تو کل زندگیم آوردم ای بود که انانوایی یه دانه پلاستیک دسته‌دار خریدم، آمدم خانه دیدم 2 تاست چسبیدن به هم. بعد از اون دیگه موفقیت چشمگیری نداشتم. پسر جان، اینا از بدشانسی نیست، مشکل ما وجود آخوند تو این مملکته. پارسال این موقع یادت میاد آقا صفتر؟ رئیسی میگم میخوام 1 میلیون مسکن بدم، محسن رضایی میگم معیشت همه رو تامین میکنم، قاضی زاده میگو 500 میلیون وام میدن. الان همشون دور هم جمع شدن دارن کوپون نون میدن به ملت. یا الله یا الله، آقا صفدر همون جا که هستی باش، دارم میام. یا خود خدا، صابخونه اومد، یه جا منو قایم کنی که الان باز اجارهشو میخواد. به به، جمعتون جمعه، گل میگین، گل میشنوین، معلوم پول و پله دستت رسیده صفدر خان. پول کجا؟ من کجا عالیه خانوم؟ شما که وضع بیکاری تو این مملکت رو میدونی. دارین آواز میخونین؟ آواز؟ تا قبل از اینکه شما بیاین آقا جون داشت تو خواب غزل میخوند. مثبته، خیلی مثبته. مثبت؟ عالیه خانوم، من تنها قسمت مثبت زندگیم گروه خونیمه که اونم اوه مثبته. تو گونیتون پر صحبته، مگه کم حرف زدین؟ 3 ماه اجارتون عقب افتاده، من پول میخوام نه حرافی. آخه پول کجا بود؟ فقط یه قلم امروز رفتم یه قوطی رب خریدم 35,000 تومن. یادم افتاد قبلا میشد با 35,000 تومن یه رب سبکه خرید، الان میشه رب گوجه فرنگی خرید. آخه من از کجا بیارم پول اجاره شما رو بدم؟ علی خانم، آقا صفتر راست میگه، اوضاع الان جوری شده که اگه صبح بیدار بشیم جز جانباختگان نباشیم حتما جز مالباختگانیم. آی خسرو، جونت در میاد یه تلاشی بکنی؟ یه چیزی بگو شاید تاثیر گذاشت، بالاخره یه جا به درد ما خوردی. الان آقا جان، عالیه خانم، با خدا نمیدانم چه بکنم، ولی با اینکه خودت تنگ دست بودی 3 ماه اجاره رو از ما نگرفتی، نه ما رو بیرون انداختی، نه آب و برق به رومو بستی، تازه کلی هم نان و نمک دهن ما گذاشتی. میخواستم بگم اگه میشه یه بار دیگه صبر بکن تا اجاره رو برات جور بکنیم. از قدیم گفتن تا وقتی زنده ایم 1 لیوان آب دست همدیگه بدیم، بعد از مرگ 4 لیتر گلاب به کار میت نمیاد. احسن احسن. قوی بود. از تو بعید بود. کی اسمش سعید بود؟ هیچکی. غلط کردم، از دهنم پرید. صفدر خان، این پسرت هنرای پنهونی داره ها. تا حالا ما غیر از خوردن هنر دیگه ای ازش ندیده بودیم. فعلا که از اجاره خونه نجاتت داد، قدرشو بدون. من دارم میرم، هر وقت پول داشتی اجاره رو بده. ننه خدا از بزرگی کمتون نکنه عالیه خانم، الهی درد و بلاتون بخوره تو سر ولی وقی. الهی آمین.